بیابانزایی یا دیزرتیفیکیشن واژه جدیدی است که از دهه‌های اخیر با واژه بیابان قرین گردیده و نه تنها بیوم‌های سالم و بدون مشکل قبلی، بلکه عرصه‌های بیابانی را تهدید می‌کند و هر روزه بر گستره و شدت آنها می‌افزاید. بیابانزایی به معنی تخریب سرزمین و کاهش توان تولیدی آن، معضل جدیدی است که بخش عظیمی از کشور ما را در بر گرفته است. بیابانزایی نتیجه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع توسط عوامل انسانی و اثرات پدیده‌های طبیعی نظیر تغییر اقلیم است. یکی از مهمترین عواملی که کارشناسان بر سر آن توافق دارند، ضعف مدیریت و چسبیدن به برنامه‌هایی است که نتیجه‌اش توسعه ناپایدار است. آموزش نقشی اساسی را بر عهده دارد که از طریق آن میتوان با شناخت این عوامل و جلوگیری از گسترش آنها پدیده بیابانزایی را متوقف کرد و اقداماتی را که به بیابان زدایی می انجامد انجام داد. بیابانها و مناطق بیابانی روی هم حدود 40 میلیون هکتار از اراضی ایران را در بر می گیرند. 12 میلیون هکتار نیز ماسه‌ای بوده یا از شن و ریگ روان پوشیده شده‌اند. بیابانزایی مرگ خاموش و تدریجی است که به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و نیروی کارآمد بیشتر مناطق کشور را در بر گرفته است. در کنار آن، حفاظت محیط زیست و اجرایات مقتضی برای جلوگیری از تخریب پیشرونده زیستگاه شهری و محیطی است که کار این رژیم نیست. خود رژیم با دستگیری و قتل کارشناسان محیط زیستی بخشی از این گستره است. آنها بخشی از مشکلند، نه راه حل. حل بنیادی مشکل محیط زیست و بیابانزایی در کشور ما وابسته به حل معضل رژیم حاکم کشور است. در سال گذشته سوزاندن جنگل‌ها در شهر مریوان توسط مأموران رژیم باعث شد 4 فعال محیط زیستی شهر مریوان به نام‌های شریف باجور، امید کهنه‌پوشی، رحمت حکیمینیا و محمد پژوهی در هنگام تلاش برای اطفاء حریق جنگل‌های مریوان دچار حادثه شده و جان خود را از دست بدهند. بیابانزایی و فاجعه زیست محیطی زلزله خاموش هستند.